من میدونم که دوره جدیدی رو شروع کردید در رابطه با کلیسا و کلیساهای مکاشفه رو دارید میرید جلو. خیلی قشنگه، ولی یادتون باشه که من هنوز بهتون قول دادم در مورد جهنم باهاتون صحبت کنم. اون از دوره قبل هنوز هست که در مورد جهنم باهاتون صحبت کنم، گرچه الان در اخباری که در ایران میبینید که انسان میتونه چه جهنم هایی رو به وجود بیاره، جایی که هیچ کدوم از اون ارزش های الهی درش وجود ندارن. ولی داشتم فکر میکردم که اگر خداوند میخواست که به کلیساهای ایرانی نامه بنویسه، نامهای عهد جدید خیلی مهم هستند، برای اینکه ما از عیسی مسیح فقط همینو داریم. اناجیل نوشته رسولانه. آنچه که از عیسی مسیح داریم 7 نامه هستش که کلیسای خودش رو زیر ذره‌بین میذاره و کلیسای خودش رو داوری میکنه که همه این کلیساها رو باید با هم بخونیم. مطمئناً براتون موعظه کردن، برای اینکه همش یه پیامه برای همه کلیسا در تمامی دوران، یعنی شامل ما میشه. و من در عجبم که اگر خداوند میخواست بنویسه به کلیسای فارسی زبانه، مثلا کلیسای شمال لندن، برای ما چی مینوشت؟ مسلماً از اعمال ما خبر داره، مسلماً از آنچه که میکنیم خبر داره، مسلماً از چیزهای خوبمون خبر داره، ولی در عین حال از چیزهای بدمون هم خبر داره. و ممکنه بگه که چراغدان تو منتقل خواهم کرد، ولی امروز در مورد اون صحبت نمیخوام بکنم. در مورد مسئولیت ما میخوام صحبت کنم در وضعیت اخیری که الان 50 چند روزه که 55مین روزش که در ایران داره اتفاق میفته و در جاهای دیگه هم صحبت کردم در این زمینه. چرا در این زمینه صحبت میکنم؟ برای اینکه مردم اغلب از ما میپرسن، برای اینکه اغتشاش ذهنی وجود داره. آقا ما چه باید بکنیم در این موقعیت؟ مسئولیت ما چی هستش به عنوان افراد مسیحی؟ حتی بعضی ها تا به اون حد پیش میرن که خیلی سرده. سارا نه فقط همینجور خودتو جمع کردی به خاطر پوز. آره اینه که سارا یهو خودش اینجوری کرد، گفتم نکنه سرده اونجور بکنه منم یخ میزنم. سرده. خب این کلیسای ما همیشه سرده، تابستونا داغ، زمستونا یخ. کجا میتونیم همچین کلیسایی پیدا کنیم؟ اینه که حتی یه تا این حد پیش رفتن که مطرح میکنن که آقا سیاست رو باید ما از مذهب جدا کنیم. برای من قابل درک این حرفا، برای اینکه وقتی که به تاریخ نگاه میکنن زیاد تجربه خوبی در رابطه با دخالت سیاست و مذهب با هم دیگه ندارن. ولی در این حال من در اینجا یک خطری میبینم، در یک بیانیه‌ای که در ابتدای این خیزش ها که از من هی میپرسیدن، منم 7-8 دقیقه صحبت کردم، در اونجا من مطرح کردم که من به خاطر اون اطلاعاتی که از کتاب مقدس دارم، به خاطر زمینه‌ای که ازش میام، به هیچ عنوان کتاب مقدسی غیر سیاسی نمیشناسم. برای من کتاب مقدس تماماً سیاسی هست. چرا دارم اینو میگم؟ برای اینکه در کتاب مقدس تمامی آن چیزهایی که در یک سیاست درست باید وجود داشته باشه خداوند مطرح میکنه و پشت کردن به سیاست درست در واقع پشت کردن به تمامی آرمان‌هایی است که خداوند در کتاب مقدس مطرح میکنه. ببینید، خداوند وقتی که انسان رو آفرید فرمان این بود که بارور شید، کثیر بشید، یعنی جامعه به وجود بیاد. و خداوند برای اداره این جامعه تمامی آن چیزهایی رو که در وجود خودش بود به عنوان ارزش در مقابل مردم گذاشت و گفت میدونید چیه؟ برای اینکه این جامعه انسانی به شکل درست اداره بشه این ارزش ها باید توش باشه. و وقتی که صحبت ارزشه یعنی سیاست. چرا؟ برای اینکه سیاست تعریف درسته، بیسیک خیلی سرراستش این هستش که فن اداره جامعه.
مجموعه قوانینی که یک جامعه باید باش اداره بشه شکل سیاست رو به خودش میگیره. منتها از بس ارزش‌های غلط در اداره جوامع به وجود اومده از طرف انسان‌هایی که قلبشون مالامال از نفرت هستش، سیاست به نوع خودش معنی منفی پیدا کرده. ولی سیاستی که کلام خدا داره مطرح میکنه، ارزش‌هایی که کلام خدا داره مطرح میکنه، ارزش‌های الهی هستن و اراده خدا اینه که هر جامعه انسانی با این ارزش‌ها اداره بشه. برای من پشت کردن به این ارزش‌ها امکان نداره. برای همینم خدمت شما عرض میکنم که برای من کتاب مقدس غیر سیاسی وجود نداره. خدا همیشه به دنبال این هست عزیزان من که جوامع انسانی با ارزش‌هایی که او قرار میده اداره بشه. و ما به عنوان ایمانداران میگیم ما این ارزش‌ها رو میدونیم. البته که میدونیم خدا در کلام الهامی خودش کتاب مقدس تمامی این ارزش‌هایی رو که برای ما لازم است که در روابط فردیمون و همینطور در روابط اجتماعیمون، در حاکمیت‌هایی که در جامعه وجود داره، اینها در اونجا باشن، خدا اونها رو برای ما آشکار کرده. پس وقتی برای ما آشکار کرده یعنی این که ما ارزش‌های درست رو میدونیم و بر اساس ارزش‌های درست میتونیم بگیم چه چیزی خوبه چه چیزی بده و بر این اساس در عین حال این توان رو هم داریم که عاملان خوبی رو هم مشخص کنیم و عاملان بدی رو هم مشخص کنیم. این توان رو داریم و نمیتونیم خودمون رو از این قضیه بکشیم بیرون. کلام خدا با ارزش‌هایی که مطرح میکنه هم به ما توان تشخیص خوبی و بدی رو داده و هم به ما توان تشخیص عاملان خوبی و عاملان بدی رو داده. ولی ما دو تا مشکل داریم. اولین جای مشکل ما اینه که بسیاری از افراد کلام خدا رو بلد نیستند. تمامی تجربه‌ای که نسبت به کلام خدا و ارزش‌های کلام خدا دارن، روزهای یک شنبهشونه که میشینن و واعظ یه چیزهایی میگه، یه سری ارزش‌هایی رو از اونجا ور میدارن میرن و اینها تبدیل میشه در زندگیشون به یک سری شعار که این شعارها حتی نمیدونن که بنیادش بر چی هستش، بر چه اصولی بنیاد، فقط همینطور بگو. این مسیحیت هوچیگریه، مسیحیتی که بنیاد آنچنانی نداره، مسیحیتی که فقط شعار داره میده، مسیحیتی که سطحیه، عمق نداره. و مطمئناً صحبت من با این افراد نیستش. افراد دیگه که خطرناکتر از این افراد هستن، افرادی هستن که ارزش‌ها رو میدونن، خوب چیه بد چیه رو میدونن، آنچه که خدا از یک جامعه انتظار داره میدونن، ولی وقتی که میرسه نوبت به این که بیان و انگشت بذارن عامل خوبی کیه عامل بدی کیه، تردید وجودشون رو میگیره. و برای این علتهای بسیار زیاد وجود داره. از الهیات مسموم بگیر که توجیه میکنه رفتارهایی رو که خداوند ازش خوشش نمیاد، تا ترس، حتی مسافرت‌های به ایران. بالاخره یه جوری داریم توجیهش میکنیم که انگشت نذاریم که عاملان بدی چه کسانی هستند و این در واقع برخلاف تمام اون چیزهایی هستش که مردان خدا در کلام خدا روش ایستادند. برای اینکه مسئولیت میاره عزیزان این برای ما. ببینید میگیم ما ایماندار هستیم و خیلی ها همین رو بهانه میکنن که خودشون رو از جامعه جدا کنن. ببینیم که ایماندار بودن یعنی چی؟ ایماندار، ایمان، پیستیس در زبان عهد جدید یعنی باور. ولی چه باوری؟ خب 3 عنصر سخت در این ایمان وجود داره.
اولش اینه که ایمان کتاب مقدسی که ما داریم میگیم بهش ایمان داریم، بهش باور داریم، ارزش‌هایی رو که داریم ادعا میکنیم بهش باور داریم، این باور همیشه با عمل همراه هستش. نمیتونه باور از عمل جدا باشه، چون اگر اینطور باشه ایمان کتاب مقدسی نیست و بعضی حتی میگن ایمان نجات بخش هم نیستش. و تمامی آن چیزی که رساله یعقوب داره مطرح میکنه اینه، میگه ایمانی که عمل توش نباشه مرده هستش، برای اینکه یک چنین ایمانی به هیچ عنوان در کتاب مقدس مطرح نمیشه. اولین صفت مشخصه ایمان کتاب مقدس اینه که با عمل همراهه. دومین صفت مشخصه ایمان کتاب مقدسی در اینه که تحمل میکنه، عنصر دوام توش هستش. اگر بندش هم ببرند و بکشند و تیکش کنند باز می ایسته سر ایمان خودش، برای اینکه عنصر دوام و تحمل درش وجود داره و تحملش تحمل پسیو نیست، منفعل نیست. تحملی داره میکنه برای اینکه نسبت به آینده، نسبت به هدف ایمانی که داره آنچه رو که در آینده قرار اتفاق بیفته میبینه. برای همینم فعال، اکتیو، دانسته است، آگاهانه داره تحمل میکنه. و سومین عنصری که در ایمان کتاب مقدسی وجود داره اینه که مسئولیتی رو که این ایمان به گردنش میذاره میپذیره، ازش فرار نمیکنه، مسئولیت رو میپذیره. برای همین هم هستش که وقتی ما به کلام خدا داریم نگاه میکنیم، مردان و زنان ایمان همه ایستادن روی تمامی اون ارزش‌های درست، همه ایستادن که مشخص بکنن که چه چیزهایی خوبه چه چیزهایی بده و در عین حال عاملان خوبی و بدی کی هستن و ایستادن در مقابل عاملان بدی. از نوح بگیر که 120 سال ایستاده بود در مقابل عاملان ظلم، بعد بیا با ابراهیم، بعد همینجور بیا الیشع و ایلیا، موسی که در مقابل یک امپراتوری ایستاده بود. مسئولیت ایمان، ما نمیتونیم از مسئولیت ایمان خودمون شونه خالی بکنیم، مخصوصا الان وقتی که ارزش‌ها رو میدونیم و عاملان بدی رو داریم میدونیم و یه جورهایی داریم در میریم که این مسئولیتی که این عامل ظلمه، من نمیتونم بهانه بیارم. سیاست جداست از مذهب. یعنی چی؟ ارزش‌هایی که خدا مطرح میکنه تمامی آن چیزی است که باید الان در مملکت ما حاکم باشه. نه فقط در مملکت ما، در انگلیس هم باید حاکم باشه، در همه جای دنیا باید این حاکم باشه، برای اینکه تمامی دنیا مال خداوند ماست. و به عنوان کلیسا مگر نه اینه که ما انتخاب شده ایم که ملکوت خدا رو که این ارزش‌ها توش حاکمه بر این دنیا حاکمیتش رو برقرار کنیم. چجوری میخوایم برقرار کنیم؟ بیشتریم دعا کنیم خداوند خودت بیا این حاکمیت رو برقرار کن؟ پس اون افرادی که در رساله عبرانیان باب 11 میگه که ترجیح دادند که کشته بشن، از بین برن، ولی سر خم نکنن و روی ارزش‌هایی که لازمه گفته بشه بمونن. اونهایی که به این شکل نفله شدن، چجوری نفله شدن؟ توسط همون عاملان بدی. ما میگیم ارزش‌ها رو بلدیم. بذارید بهتون بگم کتاب مقدستون چجور کتابی. بله، کتاب مقدس داره راه نجات رو که در ایمان به عیسی مسیح به ما میگه. دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 14 میگه حکمت به ما میده در ایمانی که برای نجات از طریق عیسی مسیح. کاملا عالیه، ولی فقط این رو نمیگه. شما وقتی به کتاب پیدایش رو نگاه میکنید، در داستان خلقت ما میبینیم که خدا انسانها رو میآفرینه با ارزش‌های برابر، با تساوی حقوق انسانها رو میآفرینه. در اونجا خدا مطرح میکنه که انسان تو حاکم هستی برای اینکه من حاکم هستم، حاکمیت تو زیر حاکمیت من باید باشه. در اونجا میبینیم که انسان به صورت خدا خلق میشه و این انسان این مسئولیت رو داره که این صورت خدا رو
در جوامع، در اون روابطی که خودش با دیگران داره اونها رو منعکس بکنه. در داستان یوسف ما فردی رو میبینیم که خدا بلند میکنه و بهش این اقتدار رو میده که بره اقتدار رو به دست بگیره که رفاه جامعه و جوامع دیگر رو فراهم بکنه. در کتاب پیدایش ما میبینیم که خدا ایستاده برای اینکه ملت در آزادی زندگی کنند. مخالف اسارت هستش در اونجا ما میبینیم. بریم وقتی میرسیم به کتاب خروج، در کتاب خروج میبینیم که خدا موسی رو بلند میکنه، بهش مقام رهبری سیاسی رو میده، او رو میفرسته در مقابل یک امپراتوری بزرگ با عامل بزرگتر ظلم، فرعون، و در مقابل فرعون موسی قرار میگیره. شما دقت کردید حتما که در اونجا در 3 بلای اول خداوند توبه فرعون رو میپذیره. از بلای 4 که خداوند دل فرعون رو سخت میکنه. چرا؟ برای اینکه وقتی که میبینه که 3 بار فرصت خودش رو از دست داد، خداوند میگه که دیگه راه توبه برای تو بسته است، برای اینکه داوری رو صادر میکنه و میگه خدا دل او رو سخت میکرد و دیدیم که چطور یه امپراتوری رو خدا به اون شکل به زمین زد. چرا؟ برای اینکه خدا ایستاده بود، برای اینکه موسی ایستاده بود. یه کتابی تازگی ها نوشته شده به اسم مگنا کارتا and the future of freedom توسط یه فردی به اسم اوزگینس. این شخص مطرح میکنه از همین قوانینی که خدا به موسی داد در سینا، اونها رو مطرح میکنه و بعد میکشونه به تمامی انقلاب هایی که انجام شده و خلاصه کتاب اینه، میگه که در هر انقلابی مهم نیست چقدر برای آزادی بوده و اتفاقا انقلاب فرانسه رو داره مطرح میکنه. مهم نیست چقدر برای آزادی بوده، اگر ارزش هایی که کلام خدا داره مطرح میکنه که باید بر جامعه حکم فرما باشه، اگر اون ارزش ها در جامعه نباشه، اون انقلاباتی که برای آزادی صورت میگیره نهایت به دیکتاتوری منتهی میشه و تاریخ این رو شاهده. جوامعی که مهم نیست چقدر آرزوی آزادی رو دارن، اگر این ارزش‌های الهی براش حاکم نباشه به دیکتاتوری کشیده خواهد شد. ما وقتی که به کتاب لاویان نگاه میکنیم، در کتاب لاویان ما با چی روبرو هستیم؟ ما در اونجا میبینیم که انتخابات دموکراتیک وجود داره. در اعداد شما برید در تصنیه، اصلا در تصنیه وقتی که ما با اونجا وارد میشیم میبینیم که خدا در اونجا دائم داره مطرح میکنه با اینها که شاهان و شهروندان اینا رو مستقیم از اونجا با هم برابرند. شاه و شهروند با هم برابره. وقتی که ما به یوشع میرسیم میبینیم که چقدر بر رهبران سیاسی صداقت لازمه، شفافیت در رهبران سیاسی لازم هستش. در کتاب یوشع داره مطرح میکنه. در داوران در اونجا میبینیم که خدا افراد رو بلند میکنه برای اینکه آزادی رو بیارن به مملکتشون و جالبش اینه که اتفاقا خدا قویاً بر این هستش که زنان در این مطلب در مقام رهبری قرار بگیرن. دبورا رو در نظر داشته باشید. کتاب رود شاید فکر کنیم کتاب عاشقانه است، نه کتاب عاشقانه نیست. داره مطرح میکنه که مسئولیت‌های اجتماعی که ما در جامعه در قبال همدیگه داریم بالاتر از قراردادهای قانونی ماست. کتاب رو دوباره برو جلوتر. در سموئیل دوباره اینجا نوشتم همه انسان ها تحت قوانین مساوی هستند. در پادشاهان خوب، پادشاهان بد و صور تمامی پادشاهی های بد و حاکمیت های بد رو در اونجا میکشه بیرون و خدا نشون میده که قلبش با اونها نیستش. در تواریخ ما میبینیم که خدا چقدر به دنبال حکومت پر از عدل و داده و تنها دلیلی هم که به سلیمان
خداوند حکمت رو داره عطا میکنه، برای همینه که بتونه جامعه رو با عدل و داد رهبری بکنه که متاسفانه گند بهش میزنه و در عین حال مسئولیت مردم در اجرا با سخنوری، در نهمیا برقراری مجدد ما اقتدار رو شاهد هستیم. در استر خداوند مردخای رو بلند میکنه که بره و مذاکره بکنه که قتل عام نشه قومش. در ایوب اعتماد و توکل به خدا در زمانهای مصیبت، اعتماد به حاکمیت خدا که خدا پا جلو خواهد گذاشت. در مزامیر که همه شما میدونید دیگه، تأثیرات بسیار شرایط فردی و اجتماعی، عدالت خدا. در امثال میبینیم که به پادشاهان، به شاهزاده‌ها نصیحت میشه که چطور اداره بکنن مملکت رو. در جامعه صحبت از حکمتی که برای اداره جامعه لازمه. در غزل‌ها اولویت‌ها بر روابطمونه. در اشعیا آمدن نجات دهنده. در ارمیا حقیقت هر چقدر سخت باشه باید گفت. ارمیا یک تنه ایستاده بود در مقابل نظامی که برخلاف میل خدا داشت حرف میزد و این میگفت میگرفتن مینداختنش تو سیاهچال با گریه و ناله و عذاب. در اون سیاهچالی که بود باروک دلش بهش میسوخت، میومد میآورد بیرون ارمیا رو، میگفت ارمیا بابا ول کن دیگه، گفتی اینا فهمیدن قبول نمیکنن، ول کن. دوباره صداش میکردن ارمیا نظر عوض شد، میگفت نه نظرم عوض نشد ولی خواهش میکنم من دیگه نندازید تو سیاهچال. میگفتن نه میری تو سیاهچال. حقیقت هر چقدر هست، به هر بهایی که هست نباید سکوت کرد، باید گفت. مراسی داره مطرح میکنه که خدا میتونه از ملتی برای تنبیه ملت دیگه استفاده کنه. در حزقیال وضعیت یک قوم و در اسارت میبینیم. اگر حزقیال رو نگاه کنید در اونجا مطالبی داره گفته میشه که چطور یک قوم در اسارت باید امید خودش رو برای آزادی کماکان زنده نگه داره، شعله ور نگه داره. در دانیال بله قوم خدا میتونه در مملکتی دیگه رهبری بره و زمانهایی هست که تو میتونی اطاعت کنی و زمانهایی هستش که نباید اطاعت کنی. مگه دانیال اطاعت کرد از رژیم حاکم؟ نه به هیچ عنوان. به خاطر همین هم انداختنش در اون چاه شیران. هوشع بر علیه لذتگرایی داره صحبت میکنه. یوئیل وجدان اجتماعی رو به چالش میکشه. آموس دست حاکمان درو و چاخان رو داره رو میکنه. عبدی‌ها از دست عدالت نمیتونی بگریزی. یونس مسئولیتی که داریم فراتر از مرز و زبان و ملیته. علی داشت دعا میکرد. ترک و کرد و فارس همه ما در اینجا یک جا هستیم. مهسا دختر کرد نیست، دختر ایرانه. نیکا دختر ایرانه. این جوانانی که دستگیر شدند دختران و پسران ما هستند، خواهران و برادران ما هستند. مهم نیست از چه نژاد چه اسمی هستند، برای اینکه مسئولیت ما به مراتب فراتر از این حرفها هستش. میکا از اخلاقیات صحبت میکنه، صداقت، شفافیت، عدالت. ناهوم صحبت میکنه از آزادی درست چیه و آزادی میتونه هم بلا باشه هم میتونه برکت باشه. حبقوق مسئله فقیران رو میکشه جلو. داغداره ای خداوند تا به کی آخه، تا به کی میستی و حرفی نمیزنی؟ ببین به سر فقیران چه اومده. بچهای مملکت ما تو زباله دارن دنبال غذا میگردن. فکر میکنه این خداوند به این چیز نخواهد کرد، عکس العمل نخواهد داشت؟ حجه داره مطرح میکنه اولویت‌های اجتماعی رو در نور قدوسیت خدا باید ببینید، برای اینکه شما فرق میکنید، شما هویت دیگری رو بر عهده‌تون دارید. در زکریا ما با قدرت مطلق خدا روبرو هستیم. در ملاکی بر علیه از خود راضی بودن از بت پرستی در سطح ملی. اناجیل تماماً سیاسیه. عیسی هر جا میرفت چی موعظه میکرد؟ از نقطه نظر انسانی سیاسی داشت موعظه میکرد. چرا؟ برای اینکه داشت از برقراری ملکوت خدا صحبت میکرد. میگفت ملکوت خدا نزدیک. اگه یک نفر که با این حرفا زیاد وارد نبود، یهویی میگفت در مقابل سزار، در مقابل قیصر داره از یک پادشاهی دیگه صحبت میکنه.
برای اونها سیاسی بود حرفای عیسی مسیح. میگه تمامی قدرت در آسمان و زمین در دست منه. میدونید این ادعا یعنی چی؟ تمامی قدرت در آسمان و زمین در دست منه. اعمال، حقیقت رو باید به مقامات گفت. رومیان، یه عده دارن مطرح میکنن که برای یه چیز بر اساس آنچه که در رومیان داره گفته میشه باید براشون ما دعا کنیم. داره اونجا مطرح میکنه که قدرت سیاسی، حاکم سیاسی خادم خداست برای یه علتی. اون علت چیه؟ برای اینکه به شما نیکویی کنه، به جامعه نیکویی کنه. اگر به جامعه نیکویی کنه خادم خداست، اگر به جامعه نیکویی نکنه خادم خدا نیستش. بله دعا میتونیم بکنیم، ولی دعا داریم تا دعا. کلمات دعای خیر یک کلمه است، کلمات دعای ناخیرم یک کلمه دیگه هستش. اگر داره رفاه جامعه رو برقرار میکنه، آیا الان رژیمی که در مملکت ما هست رفاه جامعه رو برقرار کرده؟ غلاطیان که همش داره از آزادی صحبت میکنه، افسوسیان مسئولیت ما در جنگ روحانی، فیلیپیان امید در بطن عذاب، کولسیان مسیح بالاتر از هر قدرت، مسیح بالاتر از هر ریاست. موضوع مگه سیاست‌های امروزی قدرت نیست؟ تسالونیکیان حاکمیت و ضرورت قانون، تیموتائوس تعریف دولت. یه جای دیگه که دارن اشاره میکنن تیموتائوس گفته که آقا دعا بکنید. بله تیموتائوس دولت رو تعریف کرده چی هست و در راستای آنچه که پولس داره مطرح میکنه میگه حاکمیت باید در خدمت مردم باشه. حاکمیتی که در خدمت مردم نیست به هیچ عنوان نمیتونه حاکم باشه و خدا میندازدش. فریمون بر علیه بردگی، عبرانیان تساوی همه، یعقوب عمل بالاتره، پتروس دوباره اشاره میکنم پتروس هم گفته باید دعا کنیم. پتروس داره میگه که باید از اون نظامی باید شما اطاعت بکنید که داره نیکویی میکنه. وقتی که به کلام خدا نگاه میکنیم آیا مردان خدا از رژیم‌های ظالم اطاعت میکردند؟ خود همین پتروس با یوحنا آوردنش بهش دستور دادند شما را امر میکنیم دیگه به هیچ عنوان در نام عیسی موعظه نمیکنید. پتروس خندش گرفت. خودتون بگید برای ما کدوم ارجحیت داره؟ این که حرف شما رو اطاعت کنیم یا حرف خدا رو؟ به عنوان کلیسای مسیح اگر از ارزش‌های الهی آگاه هستیم، آن رژیم، آن نظامی که ارزش‌های الهی رو اهمیت میده و داره عمل میکنه برای ملتش، بله برای اونها باید اطاعت کنیم، ولی اگر نمیکنه اتفاقا باید جلوش بایستیم. اتفاقا باید جلوش بایستیم و مطرح کنیم این چیزایی که تو میگی مخالف کلام خداست. پتروس روز پنتیکاست برخاست گفت شما آن رئیس حیات رو کشتید، نه تعارف داشت نه پیچون مسئله رو. همون پتروسی که کنیزک بهش گفته بود که تو از دوستاش هستی انکارش کرده بود، همون پتروس در مقابل رؤسای کهنه در معبد ایستاد و گفت شما رئیس حیات رو کشتید. و میدونید خدا چیکار کرد؟ ترس خودش رو بر قلب همه اون افراد ریختش. عزیزان تمامی کتاب مقدس روی آرمان‌هایی هستش که یک سیاست درست باید روش باشه. برای همین هم هستش که به من نگید کتاب مقدس سیاسی نیست. هست. و من اگر بخوام پشت بکنم الان به اون مسئولیتی که ایمانم، باورهایی که به این آرمان‌ها دارم، به این ارزش‌ها دارم، اگر به این پشت کنم، به خیال اینکه من در سیاست دخالت نمی کنم، در واقع کتاب مقدس رو من انداختم دور و من این کار رو به هیچ عنوان نمی کنم. ما در کتاب مقدس شاهد ارزش ها هستیم. این ارزش ها به ما میگن که خوب چیه بد چیه. در عین حال
ما بر اساس اعمالی که مردم دارند میتونیم تشخیص بدیم که عاملان خوبی و بدی کی هستند و در عین حال میدونیم که چه چیزی بده که بتونیم اون رو افشا کنیم و در عین حال بایستیم در مقابل این. تمامی مردان و زنان کلام خدا به این شکل زندگی کردند. در کتاب میکا متن جالبی هستش. در فصل 6 کتاب میکا ما باهاش روبرو هستیم. اینجا من نوشتم، احتمالاً اون بالا هم شما خواهید داشت اینجا را. خداوند از قومش گلگی داره، شکایت داره. آنچه خداوند میگوید بشنوید. نبی داره میگه. حالا حرف خدا: برخیز و نزد کوه ها دادخواهی نما و تپه ها صدای تو را بشنوند. ای کوه ها، شکایت خداوند را بشنوید و ای بنیادهای جاودانی زمین، زیرا خداوند به ضد قوم خود شکایتی دارد و با اسرائیل محاکمه خواهد کرد. خداوند بر علیه قوم خودش ایستاده. ای قوم من به تو چه کردم و به چه چیز تو را خسته ساختم؟ به ضد من شهادت بده. کار بدی کردم که تو را از سرزمین مصر بیرون آوردم و تو را از خانه بندگی فدیه دادم. موسی و هارون و مریم رو برات به عنوان رهبرانت فرستادم. ای قوم من، یادتون میاد بالاق چه فسادی رو برای شما آورد و شما داشتید خوشخوشان میکردید توسط اون بلام پسر بئور که من دخالت کردم؟ کار بدی کردم؟ به یاد بیار اون اتفاقاتی که دیگه خدا خلاصه میکنه. از شتیم تا جلجال در میان شما اتفاق افتاد، من کردم. چرا این کارا رو کردم؟ برای اینکه تا عدالت رو یاد بگیری. خدا میگه که این کارا رو کردم که تو یاد بگیری که عدالت خداوند چی هستش، که به اون شکل تو عمل کنی. حالا نبی خداوند داره مطرح میکنه مذهب مسموم رو، الهیات مسموم رو، پرستش مسموم رو. به چه چیز به حضور خداوند بیام؟ نزد خدای متعال خودم چجوری تعظیم کنم؟ آیا با قربانی‌های سوختنی؟ یک شنبه کلیسا قربانی سوختنی ساده ترین، بیسیک ترین قربانی بود که به حضور خدا تقدیم می شد. یا گوسالهای 1 ساله یه مرتبه بالاتر، پرستشش قوی تر شد. یا جلسات دعا به حضور رو بیام. ولی یه لحظه تصور کن، آیا خداوند از هزاران قوچ خوشنود خواهد شد؟ از 10,000 رود روغن آیا خداوند از اون خوشنود خواهد شد؟ دیگه آخر هر چی که هست. آیا نخست‌زاده خودم رو به عوض تقصیرم به خداوند بدم؟ چیزی که بت پرستا این کارو میکردند. ثمره بدن خیش را به عوض گناه جانم. حالا دوباره سخن برمیگرده به خداوند. ای مرد، خدا تو را از آن چه که نیکوست آگاه کرده. خدا به تو گفته که چه چیزی خوبه، پرستش درست چیه، دینداری درست چیه. خداوند از تو چه چیز را میطلبد غیر از این که عدالت رو به جا بیاری، رحمت رو دوست بداری و در حضور خدای خیش با فروتنی گام برداری. در حضور خدای خیش با فروتنی گام برداشتن یعنی این که در هر چیزی اعتماد و توکلت به خداست. در هر چیز. و در نور این اعتماد و توکلی که به خدا داری، عدالت رو به جا میاری، رحمت رو دوست میداری. اینها رو از هم نمیتونی جدا کنی. عدالت و رحمت همیشه با هم دیگه دست به دستند و در بسیاری از جاها میبینیم که رحمت از عدالت پیشی میگیره.
این اون چیزی که خداوند از ما میخواد و مخصوصا در این روزها خداوند اینها رو از ما میخواد. در این روزهایی که مملکت ما بی‌عدالتی دیگه داره بیداد میکنه، رحمتی در کار نیستش، همه بر علیه خدا قیام کردند، گردن کلفتی دارن براش میکنن و ما میدونیم که چه باید بکنیم. خود مسیح کی بود؟ متاسفانه الهیات مسموم از مسیح تصویر هیپی درست کرده. آقا محبت کن، عشق بورز، حالا ببخشش. مگه مسیح این کارا رو میکرد؟ من که در زندگی مسیح یه همچین چیزی نمیبینم، اونی که در اناجیل نوشته شده. مسیح بر اساس اون کارهایی که میکرد یک فرد کاملا سیاسی بود. میدونید چرا؟ برای اینکه آن ارزش‌های غلطی رو که در جامعه بود نشون میداد، مطرح میکرد، آبروشو میبرد و جلوش میستاد. اگر ما الان در مقابل یه رژیم ایستادیم، جمهوری اسلامی، مسیح در مقابل 3 رژیم ایستاده بود: سنهدرین، هیرودیس، قیصر. در رابطه با سنهدرین نمیگم چه چیزهایی به اونا گفت، فقط یکیشو میگم: ای قبور سفید شده. میدونید یعنی چی؟ ای قبور سفید شده برای یک نظام مذهبی؟ یعنی اینکه شما با اینکه ظاهرتون خوبه ولی درونتون پر از کثافاته. حتی میگفت شما قبورهایی هستید که معلوم نیست چی هستش و مردم حتی بدون اینکه متوجه باشن دارن نجس میشن، برای اینکه از روی همین قبور رد میشن. یهودی‌ها معتقد بودن که از روی قبر اگر رد بشی نجس شدی، بنابراین تو باید بری غسل بکنی. در رابطه با هیرودیس، برید با اون روباه بگید. اگر شما زندگی هیرودیس رو بدونید چیه، خواهید فهمید که مسیح همه زندگی این شخص رو چطور در یک لغت روباه خلاصه میکنه. برید با اون روباه بگید امروز و فردا کار خواهم کرد و روز سوم قیام خواهم کرد. حواست باید باشه. در رابطه با قیصر دائم تلاش میکردن که یه جوری ملکوت خدا رو در مقابل ملکوت قیصر قرار بدن، مگر غیر از اینه که بردن پیش پیلاتوس و پیلاتوس به همین مطلب با همین جرم مسیح رو محکومش کرد. اومدن مثلا بهش یه دستی بزنن، مالیات بدیم به قیصر. مسیح گفت یه دونه سکه به من نشون بدید. میگه سکه ای را به اون نشون دادن. گفت عکس و نگار کی روی این سکه است؟ گفتن قیصر. گفت مال قیصر رو به قیصر بدید، مال خدا رو به خدا بدید. و اینا وای نایستادن بفهمن، بپرسن که خب سکه قیصر روشه، نقش و نگار خدا رو کیه؟ نقش و نگار خدا رو کیه؟ رو شماها. خدا انسان رو به شکل خدا آفرید. شما صورت خدا هستید. هر جا که میرید شما صورت خدا رو با خودتون دارید میبرید این ور اون ور و خدا ارادش اینه که این صورت از صورت شما بدرخشه. و مسیح داره میگه که شما نگرانی هستید که به قیصر چی بدید، شما باید نگران این باشید که به خدا چه باید بدید و اگر آنچه رو که لازمه به خدا بگید، قیصر خودش سقوط میکنه. نیازی نیست که شما از من بپرسید مالیات رو به کی بدیم. عزیزان من، مسیح خودش زمانی که مصلوبش کردن بالای سرش چی زده بودند؟ این است پادشاه یهود. جرمی 100% سیاسی. از دید دنیا مسیح این بود. بنابراین نگیم مسیح آقا گفت همش محبت کن محبت کن محبت کن. مسئولیت ما چیه؟ سوالی که میپرسند بر اساس این چیزهایی که در کلام خدا هست مسئولیت ما روشنه. ظلم رو باید مشخص کنیم، در مقابل ظالم باید بایستیم.
ظلم کاملا مشخصه. حتی اگر بخوایم چشمون رو ببندیم که نبینیم باز خواهیم دید. بذارید بهتون بگم چقدر مشخصه. تا همین الان 969 شهروند عادی الان بازداشتن، 393 دانشجو، 145 فعال مدنی، 42 روزنامه نگار، 40 فعال سیاسی، 38 فعال حقوق زنان، 26 وکیل دادگستری. قلبم به درد اومد. یکی از همین دخترهایی که گرفته بودن 2 روز پیش، یعنی 2 روز پیش نه، چند روز پیش آزاد شد. 2 روز بعد از آزاد شدنش خودکشی کرد. ببینید چه اتفاقاتی داره میفته در زندان. به سر دخترها داره چی میاد. ظلم مشخصه، ظالم هم مشخصه. جمهوری اسلامی همین طور داره ظلم میکنه، میکشه، میدوزه، چپاول میکنه. نمیتونیم یه جوری ازش در بریم به هر بهانه‌ای که دلمون میخواد. آقا من نمیخوام، من سیاسی نیستم، یا فردا من ایران برم منو میگیرم. البته که این کارو میکنن، ولی مسئولیت ما در قبال خداوند چیه؟ در قبال هموطنانمون چیه؟ همونایی که داریم دعا میکنیم خداوندا اینها رو به توبه بیار، خداوندا تو در میان اینها تخت خودت رو برقرار کن. خداوند چجوری میخواد تخت خودش رو برقرار کنه اگر کلیسا مثل چراغ راهنما در میان جامعه نباشه که درست و غلط رو بهشون نشون بده؟ ملت ما در مقابل اهریمن ایستاده. واقعیتیه. همه دارن میگن این همه انقلاب و خیزش و اینا انجام شد، در این چند روزا یه دونه ترک ور نداشتن. من فکر میکنم لجعون در این اموال حلول کرده. ما با اهریمن روبرو هستیم و بر اساس آنچه که کلام خدا میگه ما به سلاح‌های روحانی احتیاج داریم. ملت ما به سلاح روحانی احتیاج داره و ملت ما سلاح روحانی نداره. جوانان ما سلاح‌های روحانی رو ندارن و همینطور این دشمن داره میریزه و میکشه. ولی من و شما سلاح روحانی داریم، مگه نه؟ و مسئولیت ما میدونید چیه؟ بین ملتمون و بین این رژیم ایستادن. الان بیش از هر زمان دیگه کلیسا باید این کار بکنه. الان بیش از هر زمان دیگه کلیسا با اسلحه روحانیش دور ملت ما رو باید حفاظ بکشه. چجوری باید این کار رو بکنیم؟ اینش از همه باید دقیق تر عمل بشه. برای اینکه ما هویت داریم. پولس در افسوسیان مطرح میکنه رابطه تو فرد ایماندار با دنیای بیرون چجوری باید باشه. در 6 فصل، در 3 فصل اول میگه کی هستیم. در فصل 4 میگه حالا بر اساس آن هویتی که داری رفتارت در کلیسا باید چجوری باشه. در فصل 5 میگه رفتارت در خانواده باید چجوری باشه. در فصل 6 میگه رفتارت در دنیا باید چجوری باشه. و زمانی که به دنیا میرسه میگه میدونید چیه؟ ما در جنگ هستیم، در محاربه هستیم و جنگ ما با خون و جسم نیست بلکه با ارواح شریر در جایهای آسمانی. چجوری باید بایستیم؟ اسلحه تام خدا رو بپوشید که با مکرهای ابلیس بتونید مقاومت کنید و بایستید. کلیسا الان باید خودش رو در مقام اقتدار قرار بده و به غیر از پوشیدن این سلاح روحانی که پولس داره مطرح میکنه، از کلاهخود نجات بگیر تا نعلین انجیل سلامتی، همینطور دونه دونه براتون در همین منبر هر کدومش براتون موعظه شده. ما باید بر اساس این در اقتدار قرار بگیریم. اگر این رو بپوشیم در قدوسیت در اقتدار قرار میگیریم. حجی گفت اولویت‌های خودمون رو در قدوسیت خدا. و وقتی به این شکل اقتدار داریم و وقتی اقتدار داریم میتونیم در اقتدار دعا کنیم، در اقتدار فرمان بدیم و در اقتداری که داریم عمل خواهد شد. من یک بار اینجا گفتم، در بیانیه هم گفتم، من خیلی وقته
دعام عوض شده؟ من دیگه دعا نمیکنم نمیدونم خداوندا الکم بلکم بهمان کن. نه، من در اقتدار خودم رو قرار دادم. مسیح در مقابل انجیر قرار گرفت، انجیل قرار گرفت، درخت انجیل فردا خشک بود. شاگردان تعجب کردن در متی چطور شد که اگر اندازه دانه خردل ایمان داشته باشید، نه فقط این بلکه بالاتر از این میتونید بکنید. در مقام اقتدار فکر می‌کنید کلیسا اینجا همش ایستاده که برکت بده برکت بده برکت بده؟ نه، مسیح این کارو نکرد، پولس هم این کار نمیکنه. اما رسولان رو نگاه کنید، اون یارو علیما هی مزاحم میشد برای کار خدا، برمیگرد میگه کور خواهی شد و تا 3 روز آفتاب رو نخواهی دید. طرف کور میشه. پتروس در مقابل حنانیا و سفیره کاری نکرده بودن که زمین مال خودشون پولم، و پتروس هم میگه که میدونید چیه؟ الان خواهید مرد، خواهید افتاد، خواهید مرد. زنش میاد میگه اینجوریه. ببین موقع جوانان کلیسا کارشون مرده کشی بود. ببین جوانان کلیسا هنوز بر نگشتن از بردن. در اقتدار ما باید بایستیم. هر وقت احساس کردید که اون باتوم هایی که میخوره به این عزیزان ما، شما در روح دارید اونا رو حس میکنید، انگاری که داره به شما میخوره، در جای درستی هستید، در مکان اقتدار هستید. بین شما، بین ملت و بین اون اهریمنا شما قرار دارید. مسئولیت ما اینه، در قدوسیت، در مکان اقتدار، در هویتی که داریم، بین ملتمون و رژیم اهریمن حائل بشیم. سلاح روحانی ملت ما نداره، سلاح روحانی رو ما براشون فراهم کنیم. غیر از این راه دیگه نداریم. و اگر این کار رو نکنیم، نمیدونم مسیح اگر بخواد برای ما نامه بنویسه چه نامه‌ای خواهد داد. من اصلا دلم نمیخواد به من بگه فریدون چرادانت رو منتقل میکنم. سرپا بایستیم. میخوام خودتون رو در جای اقتداری که دارید پیدا کنید. چند دقیقه وقت هست. فکر کنید. در جای اقتدار قرار دارید. اسلحه تام خدا رو اگر نپوشیدید بپوشید. الان وقتشه. الان زمانشه. کلاهخود نجات. چی هست نجات که شما کلاهخود رو گذاشتید که فکرتون محافظت بشه؟ فکرتون. وقتی در اقتدار قرار دارید با تنفر دعا نمی کنید، از دید خدا دارید دعا می کنید با اقتدار بر علیه ظلم. بقیه اون اسلحه ها رو یاد کمربند حقیقت، جوشن عدالت. خودتون رو چک کنید. آیا این اسلحه، این سلاح تام به تنتون هست؟ اگر به تنتون نیست عزیزان من، در جای غلطی قرار دارید. در جای غلطی قرار دارید. و اگر تا حالا این رو به تنتون نکردید، الهیات مسیحیتی که دارید دنبال میکنید مسمومه، سطحیه، بیریش است. فردی که در خداوند نجات پیدا کرده اینه، اسلحه تام خدا رو بپوشید. در فصل 2 افسوسیان صحبت از زنده شدن از مرگ شما رو که در خطایا و گناهان مرده بودید. پس 5 دقیقه هر کس خودش رو چک کنه. توصیه من اینه که بپوشید سلاح رو، برای اینکه کلیسا الان احتیاج داره در جای اقتدار قرار بگیره. دعا کنید.